این مرد با قایق در آب شنا میکرد که ناگهان از پیشش یک گربه در آب مانده را دید و نزدیک حیوان شنا کرده رفت تا او را از بین دریا نجات دهد. گربه غیرعادی باشد درها کمک انسان را پذیرفت و به قایق چسبیده برآمد. وقتی که این مرد گربه را به خانه‌اش آورد او فهمید که این گربه عادی نیست. گربه در گوشش مویهای زیادی داشت و از دیگر پیشکان فرق میکرد، یعنی کلانجوسه بود. بعدا معلوم شد که این گربه ریس بوده. مرد از حیوان وحشی نترسیده در خانه‌اش او را باقی ماند، چون که حالا هم او گربه جبرانیده به نظر می‌رسید. او را خوب نگاهبین می‌کردند و از خانه نراندند. ریسچه زید نبود از مهربانی آدمان و زود با آنها عادت کرد. ریس خیلی وفادار بود و در خانه دو تاز میکرد و در صورت مرد عائله حقیقی یعنی پدر مادر خود را میدید. مرد هم باشد از تحت دل دوستی نوش را خیلی زیاد دوست داشته بود. واسه او را همه جا با خودش میگرفت، در برش میگرفت و او با او خیلی عادت کرده بود. با این نگاه نکرده که او حیوان وحشی بود، اما با شرافت مهربانی این مرد او به پیشک خانگی تبدیل یافت. ما در عمل این مرد چه گفتنی است در کامنت‌ها نویسید. اگر شما پرسیدید یا خونگی دارید، شفای مردم 100% گارانتی تقاطع شما را لیچید میکنه. 9533 84 طریق واتساپ در تماس شوید. زکات تمامی تریتوری تاجیکستان ده است.